أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 25 ادغام متجانسین. الان من از تجوید نو برای شما درست‌تر می‌فهمم انشاءالله. خب ادغام متجانسین اگر دو حرفی که در مخرج قریب و در صفت گوناگون باشند با هم جمع شوند، یکمی ساکن دومی حرکت دار باشد، یکمی را به دومی داخل کنند که آن مخصوص 7 گروه حرف ها می باشد. یعنی ادغام متجانسین آن بوده است که در مخرج وقتی که دو حرفی که در مخرج قریب باشند و در صفت دیگر یعنی گوناگون وقتی که روپرو آیند، یکمش ساکن و دویمش حرکت دار باشد، یکم را به دویم دخول کنند که همین مقصد مخصوص 7 گروه حرف ها این باشد. این همون 7 گروه. گروه اول حرف دال و تا. مثال دال ساکن است. دال ساکن است. بعد حرف دال چی آمد؟ حرف تا. تا حرکت دارد. در اینجا چی میشود؟ ادغام متجانسین. یعنی دال ساکن با تای حرکت دار دخول می شود، دال خوانده نمی شود و حرف همین تا با تشدید خوانده می شود. وجدتم وجدتم. این هم مثال دومش که دال ساکن بعد حرف تا حرکت دار است. این دال ساکن با تا دخول می شود، دال خوانده نمی شود و تا با تشدید خوانده می شود. قد تبین قد تبین قد تبین. این بود گروه اول. این هم گروه دوم تال و دا. تا ساکن است. بعد حرف تا حرف دال آمد. دال حرکت دارد. در اینجا تا در حرف دال دخول می شود، تا خوانده نمی شود، دال با تشدید خوانده می شود. اجیبت دعوتکما اجیبت دعوتکما. گروه سوم تا و تا. تا ساکن است. بعد حرف تا حرف تا آمد. تا حرکت دار است. در اینجا تا ساکن با تای حرکت دار دخول می شود، تای ساکن خوانده نمی شود و تا با تشدید خوانده می شود. یعنی قال الطائفه قال الطائفه. این مثال دوم. تا ساکن است. بعد حرف تا آمده است، حرکت دارد. تای ساکن با تا دخول می شود، تا خوانده نمی شود و حرف تا با تشدید خوانده می شود. یعنی ود الطائفه ود الطائفه. گروه چهارم حرف تا و حرف تا. در اینجا نگاه کنیم. تا ساکن است. بعد حرف تا آمده است که حرکت دارد. در اینجا تا ساکن و حرف تای حرکت دار دخول می شود، تا خوانده نمی شود و تا با تشدید خوانده می شود. یعنی فردتو فردتو. این هم مثال دومش. تا ساکن است. در اینجا تا حرکت دارد. تا ساکن به همین تای حرکت دار دخول می شود، این تا خوانده نمی شود و این تا یعنی این تا خوانده نمی شود و این تا با تشدید خوانده می شود. یعنی بسطه بسطه. گروه پنجم ضال و ضا. ضال ساکن است. بعد از حرف ضال حرف ضا آمده است که حرکت دارد. در اینجا ضال ساکن با ضای حرکت دار دخول می شود، ضال خوانده نمی شود، ضا با تشدید خوانده می شود. یعنی اذ ظلمتم. معذرت میخوام. اذ ظلمتم. این هم مثال دوم. ضال ساکن است، ضا حرکت دارد، ضال ساکن به ضای حرکت دار دخول می شود، ضال ساکن خوانده نمی شود، ضای حرکت دار با تشدید خوانده می شود. یعنی اذ ظلموا. گروه ششم با و میم. با ساکن است. بعد از حرف با میم آمد. میم حرکت دارد. در اینجا با میم دخول می شود، با خوانده نمی شود و میم با تشدید خوانده می شود. یعنی ارکم معنا ارکم معنا. خب گروه هفتم فا و ضال. فا ساکن است. ضال حرکت دارد. در اینجا فا با ضال مقصد با ضال دخول می شود، فا خوانده نمی شود و ضال
با حرکتی یعنی با تشدید خونده میشه، یعنی یلحظ ذلك، یلحظ ذلك. من الان از قرآنی با چاپ عربی که است چند چیزی رو برای شما از همین ادغام متجانسین نشان میدیم. در اینجا نگاه کنین، در چاپ عربی نگاه کنین، در اینجا ادغام متجانسین میشه، یعنی ده حرف پشت در پشت یکدیگر آمدن، یعنی اینجا یک کلمه است. وقتی که در یک کلمه در چاپ عربی پشت یکدیگر که آمدن، همون حرفی که ادغام باید شود علامت ساکن را نگذاشتن و یک چیز دیگر که در حرفی که باید ادغام شود علامت تشدید را هم نگذاشتن. برای چی؟ برای اینکه این در یک کلمه است، در یک کلمه آمدگی است، به همین خاطر در اینجا علامت ساکن را نگذاشتن و در اینجا علامت تشدید را هم نگذاشتن. زیرا که مثال کسی که اگر در مثال ادغام متجانسین خوانده باشد و بفهمد که ادغام متجانسین در کجا میشد، پس در این حالت یگان مشکلی ایجاد نمیشد. اما من باز هم برای شما خواستم بفهمم که یعنی وقتی که همین ادغام متجانسین در یک کلمه که شدن، یعنی یکن در یک کلمه و در پشت مثال این یک کلمه است، پس در اون حالت علامت تشدید را هم در حرفی که باید همین علامتی که در اینجا مثال تا، در این که همین باید در همین دخول شود، در این تا چی علامت تشدید را هم گذاشتگی نیست که یعنی اگر کسی نفهمد پس مثال باید چیکار کند که در اون دخول کند، این رو نخواند و این رو بخواند. اما در وقتی که یک کلمه در آمد پس چی می شود؟ نه علامت تشدید رو میگذارن و خیلی علامت ساکن رو هم گفتیم که او رو نمیگذارن. پس شما باید این رو بفهمین که وقتی که در یک کلمه آمد به همین شکل می شود، یعنی علامت ساکن رو هم نمیگذارن و علامت تشدید رو هم نمیگذارن، اما باید با تشدید این خونده شود. این به این دخول می شود و این با تشدید خونده می شود. اما وقتی که در دو کلمه باشد، من در ادغام متماثلین برای شما نشان دادم که یعنی وقتی که در دو کلمه آمد، من الان در باره همین ادغام متجانسین هم یک مثال دیگر هم در دو کلمهش نشان میدم، یعنی میدیم. مثلا میخوام در اینجا هم این مثالی که در یک کلمه هستن این شکلش رو در اینجا میبینیم که علامت تشدید رو هم نگذاشتم، اما باید با تشدید خوانده شود. اما وقتی که در دو کلمه که ادغام متجانسین میشود، در اونجا علامت تشدید را میگذارم. من الان برای شما نشان میدم. در اینجا نگاه کنین، در اینجا ادغام متجانسین میشه. در اینجا نگاه کنین، این یک کلمه است و این دیگر کلمه. نگاه کنین وقتی که در کلمه ها که در دو کلمه وقتی که ادغام متجانسین شود، اون وقت چی میشود؟ علامت تشدید در حرفی که امین حرفی که ساکن است دخول میشود، در اون چی میشود؟ علامت تشدید را میگذارن. در چاپ های عربی مقصد قرآنایی که مقصد چاپ عربستان هستن، دیدین در دو کلمه باشد علامت تشدید رو هم میگذارن. اما وقتی در یک کلمه اومد، ما مثال رو دیدیم که یعنی علامت تشدید هم گذاشته شدگی نبود، اما با تشدید خوانده میشد. اما وقتی در دو کلمه که اینجا اومد، اون وقت علامت تشدید رو برای فهمیدن میگذارن. انشالله امید دارم که درس رو فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.